سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو خودتون. من مستر مکس هستم. اومدیم داخل این ویدیو بریم یه ایونتی اومده که برای ماه رمضان کلی آیتمای خفن و رایگان داره. فقط بریم ببینیم عشق و حال براه. گارنا دمت هم میگم یه بار این بازیکنات بودی. خب بچه‌ها اینم دیدین که من یه لحظه داشتم حرف میزنم یوی زدم رفتم، شرمنده بهتون نگفتم. اینجا دقیقاً میشه همون ایونته که باید با فیلتر شکن برین اولا توش، که فیلتر شکن एकदम خوب باشه دیگه، نزنه اینا. این دنس علیکیه به خدا، این دنس که اینجا میبینین علیکیه، این دنس توش نیست. فقط همینو بهتون میگم. خب الان نمیدونم چرا دنسرم بیار بدتر، نمیدونم. حالا بچه ها من الان قبلش همه کارا رو کردم اینجا، ولی بهتون میگم مثلا اون ایونت رو زدین مثلا تا حالا ثبت نام نکردین، دو تا گزینه میاد. یه دونه میگه میخوای بری توی اسکواد که مثلا رفیق مثلا اسکواد داره، مثلا بهت یه کدی میده مثلا بگی بیا تو اسکوادم، یا مثلا تو خود میخوای سرگروه باشی گزینه سرگروه میزنی. من حالا زدیم گزینه سرگروه، اشتباه خواستیم بریم تو اسکواد رفیقمون رفتیم سرگروه زدیم. بعدش هم حالا بریم ایونت ها رو بهتون نشون بدیم چه آیتم های قشنگی داره، چه آیتم های قشنگی. آیتم ها رو ببین، فقط آیتم ها رو ببین. اشغال، فقط اشغال برای. حالا بچه ها کن توکن میخواد، هر کدوم یه توکنایی میخواد. بریم حالا توکن ها رو آموزش بهتون یاد بدیم چطوری بگیریم. حالا بچه ها نگاه کنین، میگه 25 تا کیل با بچه های اسکوادتون مثلا بریم بتل بازی کنین بگیریم 25 تا کیل، با 5 تا همونطور تو بتل رنگ با بچه های اسکواد، با 50 تا تو بتل رنگ دوباره با بچه های اسکوادتون. بعدش هم 15 تا دوباره تو بتل رنگ با بچه های اسکوادتون. یا چی این یکی هم خیلی بهتره، میگه داخل کلش اسکواد 70 تا کیل بزن به راحتی چی 250 تا توکن بگیر. بعدش هم میگه 15 تا کیل بزن با بچه های اسکوادت، 250 تا هم این ور توکن بگیر. خب بچه ها الان از پشت صحنه به من گفتن آخری و اشتباه گفتم، کلش اسکواد باید 15 دست با بچه های اسکوادتون پلی بدین، شرمنده اشتباه گفتم. حالا بریم مثلا آموزش که مثلا چطوری کدو بدین رفیقتون بیاد تو. مثلا الان اینجا مثلا برای من یه خورده اینترنتم بده اینجا، الان فرندامو نمیاره بالا. مثلا اینو کپی میکنی، اینو کپی کردی میبری مثلا میدی مثلا تو تلگرام یا تو یه جای مثلا تو چت خود بازی مثلا با رفیقت حرف میزنی، میگی بیا این کدم بیا تو اسکوادم با هم بریم بازی کنیم پلی بدیم. خب بچه دیدین که اینم از ایونت رایگان ماه رمضان که دمش هم گرم گارنا آورد. یه بارم به فکر بازیکناش بود، اگه گوشیم کرش نکنه. گوشیم کرش کرد. بچه تا این من اینو انجام بدم بریم تو لابی خیلی طول میکشه. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. خب بچه گوشیمون یه کرشی ریزی کرد، رفتیم آفان شدیم، اوکی شد همه چیز. بچه نمیخوام وقتتونم بگیرم، اینم از ویدیو امروزمون بود. فعلا خداحافظ.